این هفته گفتم که یلو تاک رو باید با حرکت و رقص‌های موزون درآمیزیم. کیو دعوت کردم؟ الی جون. Move like الی صفحه پیج اینستاگرامشه و بابا چقدر اینا من نمیفهمم چرا صبر کن الی جان معلم فیتنس هستی ولی دیگه چطوری؟ قربونت برم. چی داشتی میگفتی در مورد من؟ این عجل اومد. بفرمایید خواهش می‌کنم. نه احساس کردم داری پشتم حرف میزنی. نداشتم بابا تعریف به جان تو داشتم از تعریف می‌کردم. بیا تو اینوری برم. بله بفرمایید تو. چه خونه خوشگلی. خیلی ممنون. خیلی خوش اومدی. کوچولو بردم. قربونت برم. چیه شیرینیه؟ حتما چایی هم می‌خوام. من اولین کاری که کردم اومدم دیدم چای نذاشتی. من میشه خونه کسی میرم زرد میگم چای دم کرده میخوام. دم میکنم. دمو ول کن. چه خونه خوشگلی. قربونت برم. چای احمد خوشمزه هم هست. میخوای کمکت کنم؟ چای احمد اسپانسر برنامه بشه. من چایشو درست اصلا دوستات تبلیغ بده. ارگانیک این چیه ویتروزه؟ ویتروز تبلیغ کن. تموم شده رفت. خدا باید اسپانسرت کنه. واقعا شما درست میگین. ببین دوست خوب، مهمون خوب بهشون میگن. اگه آب داشته باشه، اگه آب نداشته باشه چی؟ الان دوباره کتلو میذاره صدا میدی. آقای کارگردان دوباره صداش آقای کارگردان تو رو خود صدا در نه تموم شد. تا قطره آخر. عالی. دیدی آقای کارگردان؟ خب. این چایی و صندلی زرد و کلی سوالای چالش برانگیز داره. وحشتناک. وایسا اینو بگی دسته. من شکلاتم بیارم برای شما. تو رو خدا بفرمایید. الان میشینم اینجا یا شما الان نه الان کاری ندارم. بارسلونا رفتی چه خبر بود؟ بارسلونا خیلی تجربه جالب بود برام شادی به خاطر اینکه هلت کوچینگم و رقصمو با هم ترکیب کردم. بعد یه چیز جالبی که برات بگم ببخشید ولی پرسونال ترینر کار اصلیم پرسونال ترینینگ و هلت کوچینگ بود که از دوران کووید رقص رو بهش اضافه کردم. حالا چجوری رقص اضافه کردم اون با مزه بود. امان از کووید. یکی آشپز شد، یکی نونوا شد. من رقاص. من هیچ کاره. خب عزیزم این برنامه شاید ایدهش ویژنش بوده تو بلا من نه دیگه وقتی جیم و همه چی بسته شد خب کار که نمی‌کردم هم که خونه بودیم. بعد دوستام اصلا پیجم پرایوت بود همش 50 60 تا دوستام بودن اینجوری بود جریان اصلا پابلیک نداشتم. بعد اومدم توی زوم کلاسای زومبام و بدنسازی آوردم توی زوم. یه سری بچه‌ام کلاینت‌های خودم دوستام می اومدن. بعد دوستام گفتن الی این زومبات خیلی بامزه است. زومبا رو بیار رو اینستاگرام. گفتم نه بابا کی میخواد من نگاه کنه. این جمله رو هیچ وقت یادم نمیره. ببین الان همه میخوان نگاه کنن. قربونت برم. نه خیلی جالب بود. همش گفتم با کی میخواد من نگاه کنه. بعد خودم چون با آهنگای ایرانی حالم خوب میشد. خب زومبا آهنگاش بیشتر لاتین و اصلا ایرانی نبود. بعد اومدم اون رقصا رو آهنگ ایرانی روش گذاشتم. همینجوری چون خودم حالم خوب میشد. بعد که کلاسای زومو کردم پرژن زومبا که البته دیگه بعد شد موو لایک الی احساس همه میگفتن وای چقدر این حال خوب کنه چقدر ایرانی کردی بهتر شد. خیلی باحال. بعد اومدم اینستاگرامو باز کردم در من گفتش که اسمتو نذار الی بذار موو لایک الی. درل کیه؟ درل بویفرندمه دیگه. انگلیسیه. انگلیسی. Can you speak English؟ جون. یعنی که باش عروسی نکردی؟ نه الان تقریبا شانس آورده. من سر کار باهاش آشنا شدم. پرسونال ترینرش بودم. اشی تو از قدرتت سوء استفاده کردی؟ آره تا اومد یه ذره اون برده رو نگاه کرد چون وقتی که سلف ایمپلوید باشی عکسات همه اونجاست. مثلا تو میای میخوای پرسونال ترینر بگیری نگاه میکنی ببینی کیو میخوای انتخاب کنی. آره پدر سوخته اومد من نگاه کرد و یه کانسالتیشن برداشت و زد تو خال. آره زد. وایسا برگردیم به بارسلونا. بارسلون چرا منو دعوت نکردی؟ این سوال اصلی من بود. تو هی تفره برو حالا خیلی قشنگ جواب تو بگم بعد برگردم بگم که ایونت بعدیم که باید بیای. این ایونت راستش بخوای چون دعوت شده بودم یه تیم ایرانی بر 3 تا خانم ایرانی بودن که تصمیم گرفتن توی اسپانیا توی بارسلونا زندگی میکنن که این ایونت رو با سلماز جون که روانشناسه توی کانادا اونم اومد اونجا و منو اسپانسر کردن دعوت کردن برای یه ورکشاپ 4 ساعته Mind and Body Connection. من قسمت فیزیکیشو انجام میدادم یعنی کانکت شدیم روح و روان و جسم و فیزیک همه
منو باید میبردی. به خدا انقدر تو اینستاگرام من تبلیغ کردم این دفعه هر اتفاقی بیفته زنگ میزنم بهت میگم شادی باید بیای. یادت ایونت نوروزم بهت گیر دادم؟ با چه بدبختی، با چه زور، من به زور میکشونه از این ور به اون ور. نمیدونم ایونت بعدی میدونی که دعوتت کنم همین دعوت کن همین الان 15 جون. خب یه آقای خیلی معروفی هست که دنس واکت درست میکنه تو ترکیه، داره پرواز میکنه که این کلابریشن رو با من انجام بده. میگی؟ آره. یعنی من باید لیوتارد بپوشم، این چیزای صورتی تنگ. من یه کاری نکن مشتریات بپرن، من با این هیکل برم تو لیوتارد. من میخوام تو هر جایی بیا پرواز کن اونجا برای ما. قراره که دنس ورکاوت انجام بدیم، لایو درامر داریم 15 جون یک شنبه. باور کن اگه نیاد دستت رفته. میخوایم غرش بدیم. غرش بدیم. خب تو ببین یک چیزی که گفتی که تو بارسلونا رفتی برای مایند اند بادی کانکشن، خب خیلی طول کشیده به این مرحله برسی. موقعی هم که اینستاگرام تو باز کردی با فالوورای بسیار کم، از اون موقع تا الان هر جا میری میخوان تو برقصی. تو دیگه الان فیتنس ورکاوت و نمیدونم اینستراکتور اینا رو همه فراموش کردن. آره تو هر جا میری، توی مهمونی، توی رستوران، همه جا خسته نمیشی؟ ببین مثلا فرض کن مثلا من دندون پزشک، یه دندون پزشک میرم اونجا همه دندونشو واکن بکش یا دندون منو پر کن، یا مثلا یکی که نقاشه بگن الان نقاشی باید بکنی. چرا به کسی که دنسر میرقصه و کلمه رقاصم من ناراحت نمیشم اینجا بگم. نه دیگه من که خودم گفتم تو کووید همه یه کاری شدن ما شدیم رقاص. آره الان میگن رقصنده و فلان اینا. حالا من نمیدونم ما داریم راحت حرف میزنیم. راحته بابا رقصنده میدونی چرا رقاص میگن خب بار منفی داره؟ به خاطر که قدیما هر کی که توی کاباره میرقصیده میگفتن رقاص. حالا ما عامیانه من خودم حرف میزنم میگفتم من میگم رقاص. آره. ولی خب مثلا رقصنده میگن بار منفیش کمتره. میگن هنری رقاص مثلا شهوانی دیگه. ولی الان مثلا تو اینستاگرام مثلا زیر کامنت های من می‌نویسن مثلا چه رقاصی چه فلانی، من مثلا ناراحت نمیشم چون نه ناراحتی نداره. ناراحت نمیشم. آره هنر به این زیبایی. این سوالی که کردی برام خیلی جالب بود، برای اینکه جدیداً خیلی خسته میشم و این فکر می‌کنم یه 4-5 سالی طول کشید به این نقطه رسیدم و الان شاید شدی باورت نشه یه جاهای مهمونیایی که دعوت میشم حالا خیلی بهم نزدیک نیستن، راستش میگم نمیتونم بیام، برای اینکه میدونی که میدونم برم خب بعد برقصم. میدونی یعنی البته نظر لطفشونه ها، ولی خودم احساس میکنم دیگه واقعا به هر حال یه ذره سنم هم داره. نه سنت که داره میره بالا. سنت که اصلا ماشاءالله. نه ولی یه ذره خسته شدم. من که احساس میکنم احتمالاً دعوت شدم اونجا یا مثلا به هر حال یه شادی رو ببرم یا برقصم. انترتینمنت یعنی یه دوری شادی احساس کردم شدم انترتینر. دارم میرم یه جایی که آدما رو انترتین بکنم. به خاطر همین الان مثلا احساس کنم که یه ذره خسته شدم. خودم هم یه ذره کشیدم عقب. هر مهمونی نمیرم. مثلا اگه دوستای نزدیکم نباشن خیلی موقع بهانه میارم واسه بخوام میگم مثلا نمیتونم بیام. به خاطر که اصلا هم فیزیکی خسته میشم هم از لحاظ روحی. خب باید انترتین بکنی دیگه. چون همین بگن خب الی داره میاد به به. ولی به خاطر همین الان یه ذره راستش بخوام نمیدونم دقت کردی تو اینستاگرام مهمونیامو یه ذره کمترش کردم. این موقعی که خسته میشی از مهمونی برمیگردی بالاخره یه جایی هست باید بری دیگه. حالا درسته کم کردی ولی میری خسته میشی یا مثلا از صبح شدی کار کردی فردا صبحش حال نداری. صبح چجوری به خودت انرژی میدی؟ چی کار میکنی که به خودت انرژی بدی؟ راستشو بگم یا مثل که میخوای تفریح بدی؟ نه نمیخوام تفریح. آخه خیلی چیزای مختلف هست که میتونم بگم. میتونه موزیک باشه، مثلا یه موزیکی رو میذارم خودم میتونی. نه پاشو برو صندلی زد. نمیتونم. پاشو برو صندلی زد. من از این میترسم از این صندلی. نه پاشو اصلا خوشم نمیاد از این حرکت. چایمو میتونم بردارم. بله چای تو میتونی برداری ولی دیگه بری اونجا برگشتت با نمیدونم چرا یه ذره ترسیدم از این صندلی. اینجا وقت اعترافه. من کتم گرمه. میتونی در بیاری. آره راحت باش نفس بکش. آره بذار که آره استرس رفته بالا لولش. بده من عزیزم بده من. آدم دادگاه. نه شما همونجا بشین. دادگاه نه دادگاه عدل الهی. چه دادگاهی الی جون؟ بگو ببینم صبح چی کار میکنی به خود انرژی. گفتی آهنگ. آره
آهنگی که به تو انرژی میده، بلندت میکنه، باعث میشه شاد بشی، همه ما رو شاد کنی. دیگه وقتی خیلی مودت پایینه، خیلی خسته، یعنی از اون روزایی که اصلا نمیکشم دیگه. نمیکشی. روزایی که نمیکشم مثلا جدیدن آخه فصلیه، هر فصلی به یه آهنگی گیر میدم. الان تو این 2-3 ماه به یه آهنگی که گیر دادم و شادی بلندم میکنه ها، یعنی اصلا نمیدونی چه حالی میده. آهنگ تیر مژگانه. با تیر مژگان میزنی، با تیر مژگان میزنی. بس تیرم چند، بخون چند. موقعی که حالم بده شادی تیر مژگان میزنم، بعد صداش هم یه جوری میبرم بالا که کل ساختمون بریزه. تمومه. آره ولی حالم خوب میشه. تو اصلا روتین صبحگاهی داری؟ ببین روتین صبحگاهی اینقدر مهمه که میگن، یعنی صبح پا شدم روتین صبحگاهی یه دونه روتین دارم. خب. تمام زندگیم اگر اون یه دونه رو انجام ندم اصلا تو نمیخوای با من حرف بزنی. چیه؟ حرف بزن. قهوه. یعنی قهوه نخورم اصلا حتی نمیخوای منو ببینی. چون کلمه ها درست یعنی فلو نمیاد بیرون. آره به خدا. قشنگ معتادم به قهوه صبحم. منم همینطور. من حالا البته قبلش یه 45 دقیقه بعد کش و قوس بدم در حدی که کتف راستم در میاد. یعنی ورزش میکنه قشنگ یا نه؟ رو تخت کش و قوس میدم. این روتین منه. خیلی هم جدی ام، با اینقدر خمیازه میکشم این فکه میفته و یه کتفم در میره و بالش، در حالی که بالش هنوز تو بغلم و چسبیده، یه پایه چپمو میذارم بیرون از تخت، با بدبختی میام از تخت بیرون. پس استرچ و ورزش نیست؟ نه. روتین مخصوص شادیه. مخصوص شادی. خب با بدبختی میام تو آشپزخونه یه قهوه درست کنم، بالش هنوز چسبیده ها، با بالش دوباره برمیگردم تو تخت، اون قهوه تموم میشه، 45 دقیقه تو اینستاگرام بالا پایین. این روتین منه. ببین ولی یه چیز بهت بگم، روتین هممون این روزا همینه. مرسی. یعنی قبل از اینکه دروغ بهت نگم، این رو دیدی تو اینستاگرام زن روتینم اینه که اول پوستمو اینجوری میکنم. نه یوخا اینجوری نیست. یعنی اصلا روتین من این روتین من اینه یه آدم نرمال. اول اینستاگرامو بالا پایین میکنم، خب بعد بلند میشم، بعد یه جوری هم شدم معتاد سوشال میدیا هم شدم، یعنی تا چک نکنم ببینم چه خبره ولکن نیستم. ما معتاد سوشال میدیا، ما معتاد قهوه‌مونیم. آره. اینی که همش پا میشین میگین این کارو کن، ورزش میکنم بعد آب میخورم، اینا نیست. ببین چرا ورزشو من، چون البته به خاطر که کارم هم هست، ولی من عاشق ورزشم هستم. آره. من اگه شادی قهوه نخورم و ورزش نکنم، عین یه معتاد اصلا بدن درد میگیرم و ورزش جزو روتینمه. ولی اینکه صبح بلند میشم اول نمیدونم چیکار میکنم، پروانه‌ای میکنم، اصلا اولین کاری که میکنم متاسفانه سوشال میدیامه. یه چیزی که تغییر دادم جدیداً، به خاطر که یه مدت معده‌ام احساس کردم میسوزه، قهوه رو دیگه همون موقع نمیخورم. مثلا میذارم یه ساعت، موقعی میخوام برم سر کار قبلش یه تیک اوی دبل اسپرسو میگیرم بعد میرم سر کار، که میشه در واقع بین بیدار شدنم و قهوه خوردنم 1 ساعت فاصله میفته. ولی سوشال میدیا رو کاش اعتیادم یه ذره کم شه. اعتیادتو کم کن. آره. و تو میتونی. تیر مژگان میزنی، با تیر مژگان میزنی، تیرم چند، تیرم چند، تیرم چند. آها بیا بابا، پاشو الیپ دیگه نمیشه. پاشو پاشو. آها پایم چند. حالا با تیر مژگان میزنی، با تیر مژگان میزنی، تیرم چند، تیرم چند، تیرم چند. حالا یه قه عشقت منو از پایم کن، پایم کن، پایم. حالا بشکن این بر حالا 2 تا راست 2 تا چپ. حالا خودش یه قره ایرانی لازمه. بله. بای اینجوری. یه بار دیگه بری پایین. 1 2. حالا تندش کن. یه قه عوض. آها خیلی تکنیکی شدی دیگه. یه ذره نه ببین یه ذره پا رو ریلکس کن، بعد این لگن رو بچرخون. آها لگن رو بچرخون. آها داد سر تموم شد. یه دونه قضروف من در رفت. اینجایی که میگه تیر مژگان من میخوام بمیرم اصلا. نه خدا اصلا یه دقیقه برو تو حسش. بریم تو حسش. باید باش بخونی. حالا
با تیر مژگان میزنی با تیر مژگان میزنی تیرم چند تیرم چند تیرم چند عشقت من رو از پای افکن پای افکن پای افکن تیر مژگان میزنی با تیر مژگان میزنی تیرم چند تیرم چند تیرم چند غم عشقت من از پای افکن پای افکن پای افکن الان خودت خدایش حالت بهتر شد؟ من که حالم خوب شد به خدا. بعد ببین همین 2 دقیقه تموم شد. اصلا وقتی که جریان خون راه میافته دیگه تمام میشه. تمومه دیگه جریان خون که راه میافته دیگه اصلا نمیشه آدم بشینه. نمیدونم شاید این آهنگ اصلا انگار برای من خوندنش. خودش هم خوشش میاد. خودم چه خوش آمد یه لحظه. یعنی همچین دیزی 2 نفره باز کرد و خب خودش یه جمله ازت سوال بپرسم. احساس نکردی یه انرژی بهت اومد؟ خداییش نه الکی نگیر. نه واقعا انرژی نه یهو اصلا آدم حالش خوب میشه. همین 2 دقیقه. آره نه راست میگی. ممنون ازت. مرسی. حالا من چجوری خوابم ببره امشب؟ الان هایپر میشی. الان هایپر شدم تازه. الان میخوام این رقصو بعد اول برنامه میکردیم که اصلا با اون انرژیه. نه دیگه الان میخوام سوالای خصوصی تر ازت بپرسم. اول یه چیزی انداختی درل. خوشم میاد یادت مونده ها. پس چی؟ ببین درل جان شما رو رفت از روی عکسای فیتنس اینستراکتور انتخاب کرد. آره. اومد شما چجوری دلت رفت؟ اصلا دلم نرفت اولش. بیمزه دلم تو ذوق همیشه حرف میشه میگم نه اتفاقا من اصلا دلم نرفت. نه واقعیتشه که دلم نرفت به خاطر که ببین تو وقتی مثلا توی جیم خب تو نمیتونی سری یکی رو ببینی بگی خب یواشکی نگاه می‌کردیم میگفتیم به به چرچف ولی یواشکی آره ولی اونجوری نبود که بخوایم با کلاینتا مثلا بریزی رو منم بگم گفتم شاید مناسب نباشه. خیلی هم مناسبه. آره. همه چی یلو تاک مناسبه. همه یلو تاک برای اینجا نشستن. آره. ولی ما فکر کنم یه 3 ماهی خیلی جدی شوخیان خودش هم همینطورا و جالب اینه که وقتی که با من شروع کرد ورزش کردن همش داشت از دوران طلاقش میگفت. یعنی تمام دورانی که مثلا مسائل خانوادگیشو با و اصولا پرسونال ترینرها خیلی رابطه نزدیکی دارن با کلاینتاشون، مربی بدنسازی‌ها. یه جوری تراپیست هم میشن. قشنگ تراپیست میشی. شنونده خوبی باید باشی. آره بعد ماشاءالله اینقدر اصلا درل به این مسئله معروف شد که من هر وقت درل میومد تو جیم همکارم اینجوری میگن اومد این کلاینت پر حرفت اومد. همشون میدونستن. اینجوری شروع شد که او مای گاد وای باز اینو من چقدر حرف میزنه و فلان اینا. خیلی خوش صحبته خداییش. منتها ما چون مثلا کلاینت ها مثلا چه میدونم 10 دقیقه حرف میزنن بعد دیگه واقعا ورزش میکنن. مثلا درل اینجوری بود که نه میدونی به من چی میگفت؟ میرفتیم تو جیم میگفت من مثلا گفتم اینو انجام بده مثلا چست پرس بزن. میگفت نه من اینو نمیزنم اینو میزنم. میگم خب برای چی پس به منو گرفتی که مثلا بهت ورزش بدم؟ فکر کنم بیشتر دوستش مثلا حرف بزنه و مثلا چون درل مخ خاص مخ بزنه. اصلا بذار راحتت کنم. فکر کنم عکس من دید گفت بذار یه 2-3 ماه ورزش بکنم بعد ببینم چی میشه. همسر مناسبی میشه آره یا نه. خب حالا شما قرار ازدواج بکنین یا کردین؟ نه ما در واقع انگیجین با تیر مژگان میزنی. تیر مژگان. ببین یعنی عاشق یکی از اون ویدیوهاتم که وایرال شد، خیلی هم وایرال شد. فکر کنم بالای چند میلیون؟ فکر کنم نزدیک 20 میلیون ویو خورد. آره 20 میلیون ویو خورد. کدومو میگه؟ همون که میرقصم تو توی رستوران داری میرقصی با میزی از دوستات. تولد دوست همونه پس آره. یعنی داری جون فدا میکنی. یعنی این از این ور به اون ور ماشاءالله یعنی قره داره میره میاد. قره داره میره و میاد. یه پسر و دختر یه آقا و خانم هم پشت نشستن. پسره اصلا انگار مثلا فاصله هم نیم متری داره. با اون اصلا ببین همه نوشته بودن که اون ویدیو که وایرال شد خیلی هم روش درست کردن، روش نوشته بودن که ما همچین شوهری میخوایم که اصلا به هیچ دختری نگاه نکنه. چون من داشتم برای دوستام میرقصم، تولد دوستم بود، داشتم قل و قمیش میومدم، پسرم اینجوری بود، یه دوست دخترش حالا هر کی رو بهش نشسته بود، پسر اینجوری یعنی یه جوری با سر رفته بود تو غذا که اصلا میترسید بالا رو نگاه کنه، چون بالا رو نگاه میکرد آینه بود، منو میدید.
اینجوری داشت غذا می‌خورد، اصلا سرشو بیچاره بالا نمی‌برد. همین بود. و دلیلش هم اینه که توی ویدیو خیلی بامزه افتاده. خیلی خوبه. خیلی بامزه بود. ویدیو رو کی گرفته بود؟ فکر کنم درل گرفت. آره. تو هالیدی هم که با هم دیگه میرین درل میگیره ازت؟ آره. فکر کنم فیلم بردار گرفتی دوست پسر. آره. احساس کردم یکی احتیاج دارم کار فیلم برداری انجام خودش میدونه. حالا نه جالب اینه که خب درل انگلیسیه و واقعا خیلی تو اینجور برنامه‌ها که فیلم برداری کنه خیلی هم آدم چیزیه. ما اوایل که ما با هم مثلا تازه شروع کرده بودیم بیرون میرفتیم، اصلا میومد مهمونیای ما اینجوری بود که هاجوواج چرا این همه میرقصن با هم، چرا انقدر زیادی، چرا انقدر شلوغی، بعد چرا همه فیلم میگیرن، بعد چرا همه یکی یکی میریم وسط میرقصین همه دست میزنن. اصلا این کانسپت براش جالب بود. بعد از اون موقع بهش یاد دادم که ببین تو وقتی با من میای بیرون دست یعنی یه چیزی که بعد اینو یاد بگیری. بیچاره یه جوری هم ترینش کردم که جدیداً اینطوری میکنه، موبایل اینجوری میگیره میگه نه اینجوری قدت بلند میفته بهتره. همه چی بهش یاد دادم. نظر تکنیکی. آره همه چی نور همه چی یاد. ببین تو وقتی مثلا تو اینستاگرام فعالی، مثلا بارسلونا رفته بودم شاید هیچکی نبودم من فیلم بگیره چون تنها رفته بودم. انقدر قدر درلو فهمیدم تو این سفر. اگه اینو ترجمه کنه بفهمه. سه تا درل الان اینجا نشسته. اگه درل من آورد گذاشت اینجا مجبور شدم همه چی باستشو بگم. شادی آبرو منو بردی. نه کلا خصوصیات خوب خیلی داره. میدونم معلومه که خوبه. بیچاره‌ام که اومده. تو البته دیدیش باش حرف زدی دیگه. آره بابا همین که اومده تو رو میدونی چیزه از رو دست ما بلند کرده. خیلی مرد دست میموندم بیچاره میشدی. بیچاره‌ام می‌کردی به خدا. خب بگو عزیزم الان ببین یه چیزی که چیز تو رو دوست داره. یه چیزی که درن همیشه به من میگه که خیلی دوست داره این رها بود. این چیزی که خودش میگه اینکه خیلی خودتی و خیلی رهایی و خیلی همیشه چیزای خوبو تو هر شرایطی میبینی و همیشه یه چیزی که میگه همیشه I love your free spirit میشه رهایی دیگه. درسته رهایی. آره. روح آزاد. آره. سبکبالی و میدونی این همین چیزی که دیگران میبینن، همین چیزی که ما میبینیم. ما اینقدر تو رو دوست داریم فالوورات به خاطر همین خودش اولین بار منو دیدی، حالا درسته من اینجا نشستم میشه یه سوال ازم. اولین باری که منو دیدی چی فکر کردی به من؟ تو یک کلمه میتونی بگی؟ عجب چی شد که به این نتیجه رسیدی که واقعا هست؟ الان یعنی فکر کنیش که به این نتیجه همه اینجوری حرف میزنه این سه تا نه جدا نمیخوام ببینم مثلا چون میدونی چرا میگم چون وقتی بارسلونا بودم بچه‌ای که منو خب اولین بار بود منو میدیدن همه اینجوری بودن که الی جون خودت درسته پیجت قشنگه آدم شادی میاری واقعا، ولی من همیشه فکر می‌کردم مثلا اگه تو رو ببینم یه کسی هستی که خب خوشگلی قشنگ میرقصی و واقعا انرژی تو خیلی دوست داشتم، ولی فکر نمی‌کردم انقدر آدم هم طنز داری هم راحتی هم خودتی بازی. همین که درل میگه درل تفلک کجا برده بود یه مصاحبه‌ام باید با درل بکنم. آره فقط زیرنویس سوال بزنی. حالا این و اینکه وقتی میرقصی واقعا خودت شادی. ببین خیلی‌ها میرقصن برای جلب توجه. اصلا تا حالا شده برای جلب توجه برقص؟ مثلا دوران تینیجریت مثلا پارتی که میرفتیم مثلا یادت جوونیامو من خودمو دارم میگم مثلا فکر می‌کردم مثلا یه پسر اونجاست خوشتی به مثل خرچنگ اینجوری مثلا میگم انگار من نمیبینمش اینجوری به سمتش میرفتم. این کارو می‌کردم. چرا؟ البته بیشتر میدونی این کارو که می‌کردم جدا که شده بودم تو دوران تینیجری من فقط خیلی مظلوم و یه ذره ببین البته همیشه دوست داشتم. من تو مدرسه می‌دونی چیکار می‌کردم؟ زنگای تفریح همه رو می‌شوندم گفتم می‌خوام بخونم. یا خدا. یا اینکه ببین کلا همیشه شادی من روی صحنه بودن دوست داشتم. بیا رو صحنه عزیزم. نه جدی میگم منظورم صحنه حالا صحنه مثلا همین اینستاگرام خب برای من یه صحنه است دیگه. یعنی ولی از اون موقع همیشه اجرا رو دوست دارم. اینترتین کردن آدما رو کلا لذت میبرم ازش. مثلا یادم دبیرستان بودم زنگ تفریح بچه‌ها گفتن بشینین مثلا من می‌خوام چه می‌دونم بخونم یا مثلا برقصم. دوست داشتم همیشه. آره. ولی هیچ وقت اونجوری نبودم که بگم وای چرا وقتی که جدا شده بودم خیلی خب به هر حال میخوای خب یکی رو پیدا کنی دیگه.
بالاخره بعدش یعنی جدا شدم مثلا فاصله نیفته جدا شو. خب یکی پیدا کنی مثلا بگو مثلا یه مدتی من قصه خوردم تو فکر بودم تنهایی کشیدم زاری کردم تا بگذرم از اون گذر کنم از اون زمان خیلی زود گذشت اون دوران سخت گذشت سختش حتما اون آخراش بوده خب ببین کی بود سختش چی بود سختش سختی طلاق آره یه سری داستانایی دارم که هیچ وقت در موردش حرف نزدم اگه دوست داری که شده آره مثلا همین توی وقتی من جدا شدم مثلا یکیش رو اگه بخوام تعریف کنم همین جریان وکیلم بود که مثلا منو تهدید میکرد و وکیل تو رو تهدید میکرد؟ آره وکیل چرا؟ یه آقای ایرانی حالا خیلی خنده داره بهت بگم شوهر یکی از دوستان بود که منو تهدید میکرد که اگر این کارایی که میگم نکنی میام ندا رو میدزدم از مهد کودکش. یعنی چه کاری؟ مثلا میگو بیا هتل. بعد منم شوهر دوستم بود نمیدونستم چیکار کنم و در این حال داشت پرونده تو کارم آره خب اصلا همین جوری من باهاش آشنا شدم. یعنی می‌خواست در ازای کار در ازای کار طلاق تو از تو سوء استفاده کنه. نه بعد مثلا میدونی دوست خودم گفت وای نه بیا مثلا کاراتو انجام بده مگه خلی میخوای چیز کنی فلان اصلا ما بهت کمک میکنیم فلان اینا. خب من هم میرفتم کاغذ بازی به هر حال دیگه میدونی منم اصلا آدمی ام که خب به هر حال همه جوره ساپورت خانواده‌مو داشتم حالا چه علاوه روحی چه علاوه مالی ولی هیچ وقت دوست نداشتم از اینجا زنگ بزنم به ایران بگم من فلان همیشه میگفتم همه چی خوبه کنم یه اخلاقی که دارم همه چی خوبه یعنی سعی میکنم همه کارهایی که بیشتر حالت غم و ناراحتی داره به خودم حلش بکنم یا اینکه میرم تو غار خودم یهو نیست میشم و که حالم بهتر میشه برمیگردم و من این جریان میتونم بگم 3 ماه طول کشید من تو به بست فرندم هم نگفتم به دوستای صمیمی دیگه هم نگفتم. چجوری تونستی رهاش از این؟ اصلا یه جوری شده بود که 2-3 بار فشارم رفت رو 18 آمبولانس اومد بعد همسایه ها اومدن منو بردن آسپرین زیر زبونم گذاشتن بلکه نمیدونستم چجوری مثلا مثل این میمونه که من بیام بگم شادی شوهر تو به من چش داره و تهدیدم کرده در رو قفل کرده روم توی شرکت این کارا رو کرد. آره بعد خب متاسفانه تو کالچر ما اینه که دو زنی که طلاق داره میگیره داره دروغ میگه لابد حتما خیلی بعد و من اصولا شاید متاسفانه یه اخلاق خوبی که دارم به نظر خودم اینه که خیلی فرندلی ام یعنی خیلی خونگرمم خیلی خوش صحبتی خیلی آره بعد همین میگن اصلا نه اصلا معلوم بود زیادی خیلی آره زیادی. بعد خب تو اون دورم تنها کسی که جدا شده بود تو دور برای من بودم و همش احساس میکردم ببین اعتماد به نفست میشکنه دیگه یعنی به نظر من تو کالچر ما ایرانی‌ها متاسفانه وقتی طلاق میگیری میشکنی نه فقط از لحاظ اینکه جدا شدن نیست جدا شدن یه مرحله است و اینکه چجوری توی جامعه ایرانی خودتو جمع و جور کنی که کسی بد نگاه نکنه مصیبتی بدتر از طلاقه یعنی اون منو بیشتر از طلاق اذیت کرد میدونی خیلی اون به من فشار آورد نگاه دیگران قضاوتی که نگاه شدی دیگران آره مثلا حالا میشیدم از این منو دیگه مثلا وای مثلا الیو دعوت نکنی حالا خوشگلم هست حالا میاد میشنیدم اینجور چیزا رو و من به خاطر همین بیشتر میگفتم دوستان بیان پیش ما یعنی من روابط دوستام همش با هم زنونه بود یعنی مثلا مخصوصا خودم این کارو کرده بودم که مثلا دیگه خودم راحت باشم ولی خب سر اون نتونستم قصر در برم دیگه چون همسر یکی از دوستان بود دوستم هم نزدیک بود بهم بعد من نمیخواستم بگم ببین شوهر تو فلانه شوهر تو بیساره مثلا shame on you میدونی چجوری شکستی این مرزو حالم بد شد رفتم بیمارستان از اونجا زنگ زدم به دوست صمیمیم اومدن دنبالم رفتم خونه دوست صمیمیم بعد چیز گرفته بودم تشنجی که میلرزیدم یعنی دیگه این بدنه دیگه وای نمیستاد بعد من به دوستم بگم به یکی دیگه دوستان بعد زنگ زدم پلیس اومد و بعد دیگه منو بردن با خودشون دیگه منو بردن و بعد چون توی شرکتش که رفته بودم خیلی هی میومد نزدیک میشد و هی درم قفل کرده بود بعد ببین یه جوری میشه که تو نمیتونی یعنی به تو تعرض کرد
آره تعرضی که نتونست خیلی ادامش بده، ولی ببین من تا اون لحظه وقتی که تو رادیو یا اخبار میشیدم که مثلا به یکی تعرض کردن، ابیوزش کردن، ولی نتونسته اصلا نتونسته داد بزنه، اصلا نتونسته بگه، میگفتم وای یعنی چی؟ خب مثلا داد میزدی مثلا. و این چیزی بود که قضاوت خودم بود در مورد غریبه هایی که تو اخبار میشه. گفتم وای مگه میشه؟ خب بابا داد میزدی یا مثلا میزدی تو دهنش، یه کاری میکردی میشی، ولی خوش میشی، اصلا نمیتونی حرف بزنی. یعنی من اینو شخصا لمس کردم، تجربه کردم و برای همین واقعا خیلی سخت بود. میدونی اگه غریبه بود سخت نمیشد، اصلا برام سخت نمیشد اگه غریبه بود، ولی چون خیلی نزدیک بودن خیلی برام سخت شد. یعنی اصلا و جالبی بود که من این همه میتونستم صدا ضبط کنم، این همه من میتونستم خیلی کارا بعدا همش میگفتم شاید من اون لحظه اون لحظه که داشت من تهدید میکرد میایم یه مش آدم میریزم بچه‌تو بدزدن، من میدونی چند روز میرفتم در مرسل ندا وای میستادم مهد کودکش، میذاشتمش وای میستادم ساعت 3 براشون داشتم. آخه بگو احمق، تو داری توی مملکتی زندگی میکنی که آزادی زن حرف میزنه، ولی ببین وقتی طلاق میگیری یه اتفاقی میفته. شاید به نظر من برای من اینجوری بود، غیر از مسئله جدا و طلاق و تنهاییش، جامعه و نگاه کردن مردم و اینکه چجوری اون اعتماد به نفس رو بیاری بالا، بگی آره جدا شدم، خوب کردم، الان رو پای خودم وایسادم، بچه‌م بوده. ببین خیلی طول میکشه به اونجا رسید. برای من طول کشید. چه موقعی بود، چه لحظه‌ای بود که تونستی بگی منم همین که الان گفتی، خودمم، میرقصم، میخوام برم جلوی دوربین، میخوام این خودم رو پیدا کنم؟ خودتو کی پیدا کردی بعد از این ماجراهای سختی که در موقعی که به طور خیلی جدی کار رو شروع کردم، فکر میکنم چون پارت تایم، بخاطر که ندا پیشم بود پارت تایم مجبور بودم کار کنم، وقتی به طور جدی و فول تایم کار رو شروع کردم و کم کم شروع کردم مشتری گرفتن، بخوام فارسی بگم مشتری گرفتن، و احساس کردم که چقدر فرق میکنه. من شاید اگه الان کسی ازم بپرسه که الی یه دونه تو جمله اگه برای کسایی که طلاق گرفتن اینه که بلافاصله وارد کار بشیم. اولا که اعتماد به نفس میده، اصلا مهم نیست پولش چقدره ها، همین که تو روتین میگیری برای خودت یه کسی میشی، بعد توی جامعه‌ای آدم‌ها رو میبینی، میدونی. و من مثلا تمام همکارم غیر ایرانی بودن، اون خیلی به من راستش کمک کرد. آدمایی بودن که مثلا خودشون جدا شده بودن، بچه داشتن، چه پسر چه دختر، خارجی بودن، اصلا براشون مهم نبود. نه اصلا ببین چه اهمیتی داره؟ اصلا من گفتم جدا، خوب شده ما همه جدا شد. برای همین اون محیطی که براشون مهم نبود من چه اتفاقی برام افتاد در لحاظ جدا شدن، اون کسی چی نمیدونستم. و اینجوری بودم که وای چه خوبه. اون اولین جایگاهی بود که من یه قدم اومدم بالا، خیلی بالا و بالاتر. ولی این چیزایی نیست که من زیاد تو اینستاگرام در موردش حرف بزنم، برای همین همیشه فکر می‌کنن که من همیشه دارم میرقصم و همیشه هیچ اتفاقی تا حالا تو زندگی من نیفتاده و همیشه من یک دختر بسیار خوشحال بی‌دردم. داستانش اینه. الان دختر چند سالشه؟ 18 میشه به زودی. واه آره ماشاءالله. یعنی تو از 3 سالگی تا 18 سالگی تنها دخترت بزرگ کردی؟ ببین آره دیگه، من ندا 3 سالش بود، ما رفتیم فلت جدید، اتفاقا با اکسام هم دوستای خوبی هستیم. البته همیشه اول طلاق میدونی که همیشه حلوا که بخش نمیکنن که یه 3-4 سال همیشه بعد طلاق طول میکشه. البته بعضیا نمیدونن، مثلا دوستان میگن بعضیا اصلا دیگه نمیتونن با هم، ولی خب خدا رو شکر پدر ندام یه آدمی که خیلی ما تونستیم مچور باشیم بعدش، یعنی همه چی آروم شد و بعد دوستای خوبی هستیم الان برای هم دیگه. و خب اون دوران سخت بود. از 3 سالگی تا 5 سال پیش، یعنی من 7-8 سال سینگل مام بودم. بعدش که با دریل آشنا شدم، دریل وقتی باهاش آشنا شدم تا 2 سال ندا نمیدونستش که مثلا من با دریل هستم، چون من فقط آخر هفته ها دریل رو میدیدم یا تو جیم میدیدمش. ندا آخر هفته میرفت پیش باباش. چرا میخواستی مطمئن شی از دریل یا میخواستی دختر بزرگ شی؟ تقریبا هر دوش. اول میخواستم از دریل مطمئن بشم که اصلا آیا واقعا من این آدمو میخوام که جدی تو زندگیم باشه یا میخوام فقط ویکندا
مثلا در واقع مثلا چی میگن situationship ولی بعد اینکه کم کم مطمئن شدم شد ریلیشنشیپ شد واقعا شد ریلیشنشیپ. یعنی 2 سال طول کشید تا اینکه فیلم بردار فول تایمت شد بیچاره. نه اون بیشتر طول کشید. حالا یه چیزی بهت بگم جالب اینه که الان مثلا یه مهمونی چیزی میریم میگه بده قشنگ وای، یعنی میدونه که من از دور که میبینه، چون مثلا نهادینه شده درونه. ببین یهو که از دور منو میبینه که یه آهنگی میاد، چون من دقیقاً دوربینو میگیره. من شاید نمیدونم 300 400 تا پست دارم تو اینستاگرامم، شاید بگم باورت نشه شاید 10 تاش پلن شده باشه، بقیه‌اش همه یهو اون اتفاق افتاده. یعنی من نه میدونم باشه موزیکی میخوام برقصم، مثلا یه مهمونی میریم در حال همیشه موبایلش آماده است، اینش خیلی جالبه. بعد یهو دقت کردم ببین یهو که جو منو یه چیزی میگیره، اینکه مثلا دیدی میزنی به برق طرفو میگیره، مثلا یه آهنگی که خیلی دوستش دارم تو مهمونی میاد و منو جو میگیره تمومه. و از دور که دارم حرکت میکنم به صحنه بیام، در حال قشنگ میفهمه، سری موبایل برمی‌داره شروع میکنه گرفتن و اینجوری میشه که یکی از پستام کانتنتام درست میشه و وارد اینستاگرام میشه. به خدا این کانتنت یه دونم اینجا الان درست کن، به من بگونم چه آهنگی کاراکتر خودتو توصیف میکنه، همون سبکبالی تو، همون اینکه خودت هستی، اینکه راحتی و این چیزی که ما میبینیم. فکر میکنی چه آهنگی خودتو رو توصیف میکنه؟ یه آهنگی که جدیدن خیلی مثلا قشنگ میتونم باش واقعا پرواز کنم، یعنی واقعا اصلا از خود بی خود میشم. آره از خود بی خود میشی. عرفان طهماسبی آهنگ چه کنم. آره آهنگی که باش واقعا احساس کنم میتونم رو ابرا باشم الان. نمیدونم رو ابرا، بیا رو صندلی زرد. خیلی خوشم اومده. باش نه دیگه ببینید که جا خوش کرده. نه خیلی الان میریم رو ابرا. برای شما من آهنگ عرفان رو میذارم. تازه دارم گرم میشم من اینجا. خوشم اومده. بس دیگه 12 شب شد غذا شدی. یادت سیناشو هم که اومده بودم و نمیخواستم برم. میگفتی بلند شو یه اوبر برای این بگیریم بره. من چقدر بدم با خدا با مهمون. هدف من اومدم خواستی منو دک کنی برم. خداحافظ. بی‌مزه. اون که نمیره خب در نتیجه نمیخوام برم، خودت میدونی چیکار کنم. من تازه احساس میکنم چقدر ریلکس شدم. آخه من خوش میبرم. من عاشق این آهنگم. آفرین. عرفان اصلا ببین باحاله. اصلا یه چیزی تو این بشره، یه چیز متفاوتیه که به نظر من اینه یه گیفته، هدیه است. خودت هر کسی نداره. هر کسی نداره. فقط من دارم و عرفان. نه ببین وقتی که اصلا من نگاهشم میکنم تو کنسرتاش تو یوتیوب، اصلا ببین تو میگن طرف تو خلص هست، انگار مثلا مواد زده دیگه نمیفهمه. آره نمیدونم. به خدا اصلا یه حسی به آدم میده. آره وایسا بهت بگم، وایسا. اصلا ریتمشو که میگیری یهو اصلا از خود مثلا اینجاش بذار بیا. آماده ای شدی؟ آماده. بیداد از فریاد از عشق، بیداد از عشق، فریاد از عشق، فریاد از عشق. من با این قشنگ میتونم پرواز کنم با این آهنگ. خیلی خوبه. خودش یه ذره با این آهنگ موهاتو تکون بده. موهایی که تو خلصه به خدا. موهایی که ونوس بیوتی درست کرده برام. خیلی هم خوشگل شدی. خدا. نگذشتم
حرکاتی که من با این آهنگ خیلی دوست دارم. تکنیکی شد باز دوباره. یه دونه پایین یه دونه بالا. ببین قزروف. این قزروفای هیپ من خیلی داری اذیت می‌کنی. بعد یه دونه بالا تو شل کن بذار بره. شل کن. شل کن. آها موها رو اینجوری بکنیم خوبه. اصلا همین باید مو حرکت کنه. اصلا باید مو بره. حالا بعد پریشون. مو پریشون. فریاد از عشق بیداد از عشق فریاد از عشق فریاد از عشق ای داد از عشق. ولی تو خودت هم وقتی میرقصی خیلی سبکی خیلی میری تو آره منم خیلی رها. آره خیلی رها میشی. دقت کردم. مرسی. کیف کردم. قربونت برم. مرسی اومدی. قربونت مرسی که دعوتم کردی. با از این همه جنبه از این همه باحالی ولی خوشم اومد از این صندلی. خوشت اومد؟ بازم بیا. دیگه حالا نمیره. چیکارش بکنم اینا؟ سینا هم که رفته بودم آخرین حرفی که بهم زد بیا برو دیگه. گفتم چای نمیده. گفت برو یا اون ببرش بگیر اینو بفرست. غلط کردم. همینه دیگه چیکارت کنم دیگه همون موقع خوشم اومد. ولی یه جمله میخوام شادی بهت بگم. بگو. که من خیلی بهش باور دارم. یه چیزی که داشتیم قبل از برنامه با هم حرف می‌زدیم گفتیم مثلا چجوری یهو این مثلا خلق می‌کنی این حس اون لحظه یهو حالت خوب میشه میرقصی. یه چیزی که همیشه من بهش اعتقاد دارم میگه که خیلی جمله معروفی هم هست. تو میگه که چی؟ در معروفه یادش رفت. یادم رفت. در جستن آن باش که آنی. آره در جستن هر آنچه که هستی آنی. یه همچین چیزیه. یعنی واقعا من انقدر که آقایون فرگیخته کمک کنید همینه. در جستن هر آنچه در جستن آنی. آره یعنی که همیشه دنبال اون چیزی که میگردی حواستو به هر چیزی که میدی تو همونی دیگه. مثلا من انقدر آهنگایی که حالمو خوب میکنه دنبالشون واقعا جدی میگم همیشه دنبال اینا که ببینم چه آهنگی اصلا لازم نیست حتما بندری و چیز باشه. مثلا یه سری آهنگا مثل همین آهنگ حال این آهنگ یه انرژی خوبه. خوبی داره. همون حالی که تو از اون آهنگ میگیری خوبی تو اینه که همون حالو القا میکنی و به همین. برای همین من همیشه کانتنتام بهتریناش اونیه که همون لحظه میرقصم تا اینکه برنامه‌ریزی کنم. چون اون لحظه است که انرژی رو یهو بهم میاد میتونم به شما بدم. مرسی واقعا انرژی رو امروز اینجا هم آوردی توی یلو تاک. کیف کردم در کنارت. خیلی ممنون از تو. بازم باید بیا یا یعنی الان دیگه میخوام برم میری ان شاء الله. مطمئنی الان میری؟ آره به خدا میرم.